سلام به دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ویدیوی امروزمون همونجور که از عکس مشخصه در مورد ورزش کردنه. من خودم تقریبا 2 سال پیش متوجه شدم که پایین تنم بیش از اندازه چاق شده و من تقریبا خجالت میکشم از اون جایی که همه دوستام لاغرن، خیلی فیتن و اینا. دیدم بهترین کاری که میتونم انجام بدم اینه که برم ورزش کنم و تقریبا نمیتونستم غذای خودم رو کنترل کنم. پس در نتیجه شروع کردم به ورزش کردن. اما کدوم ورزش؟ کیک بوکس. شاید براتون جالب باشه. آره، کیک بوکس برای یه دختر جوون هم میتونه از خودش دفاع کنه، هم بدنش داره هر روز بهتر میشه. برای خود من خیلی جالب بود. وقتی یکی از دوستام این پیشنهاد رو بهم داد، اولش تعجب کردم. گفتم این اصلا با روحیه من سازگار نیست. ولی وقتی که رفتم دیدم که نه، انگار چیز خوبیه. دروغ چرا؟ هیچ وقت نتونستم تو مسابقه شرکت کنم یا فایت کنم، ولی به صورت مداوم 1 ماه هر 1 روز در میان تقریبا روزهای فرد میرفتم و به مدت 1 ساعت من کیک بوکس انجام میدادم، البته زیر نظر مربی. توی 1 ماه من 2 سایز کم کردم، مخصوصا روی پایین تنه خیلی اثرش بالاست. بهتون پیشنهاد میکنم حتما اینو انجام بدین و بعد 1 ماه حتما برام دعا میکنین. ان شاءالله همیشه